مرد به همسرش رفتاری بد میکرد، دویمو قلبش را میشکست. روزی به همسرش میگوید که در حال دسترخوان آماده کند. زن دسترخوان را آماده میکند، خوراک را نزد شوهرش میگذارد. مرد به خوراک خوردن آغاز میکند. خوراک به نمک آمده بود. پس از چند لقمه از همسرش نمک میپرسد. همسر به مرد میگوید تو خوردن گیر، من نمک را میآرم. مرد پس از هر لقمه صدا میبرارد نمک کجا شد؟ نمک کجا شد؟ زن هم صدا میکند حاضر میآرم. مرد به همین طور خورده سیر میشود. مرد به فکر میدراید که قلب همسرش را باز شکسته است و همسرش را نزد خود میخواند و عذر پرسی میکند. زن بعد چند لحظه نمک را به مردش دراز کرده میگوید مرحمت گیرید. مرد میگوید پس از تمام کردن خوراک نمک چی لازم است؟ زن میگوید بعد قلبم را شکستن عذر پرسی چی لازم؟ عذر پرسی به مثل نمک است که پس از سیر شدن به دسترخوان می آید. دوستان عزیز، کوشش کنید که قلب همسر را نشکنید. قلب محبت است و تنها محبت می خواهد. شوهر حقیقی آن است که به جای شفقت شفقت جمع کند، به جای اشک چشم عشق صمیمی می بخشد. حقوقهای زن بالای مرد چنین: یکم، شوهر باید خانم خود را احترام کند. دوم، در امور خانه به او کمک رساند. سوم، لباس، خوراک و دیگر ضرورت‌های آن را پوره کند. چهارم، لطوکوب نکند. از کتاب اخلاق محمد صلی الله علیه و سلم عبرت گیرد. خدا حافظ.